بزنم تو صورتت فیلیپینی. مشکل چیه که بساط زهر رو خودت نمیچینی؟ چرا آخه حاجی لفرش میدی زمانو میگیری هی کش میدی؟ عضله رو شل کن عضی احتیاج به نرمش داری. عضی ردیف مدیفی حالا تا کی پشت ظریفی؟ چرا رنگت پریده تحریم شدی ضعیفی؟ شلوار پانکی دوست داری و دوستی با یانکی دوست داری؟ اگه بگن لغو دیگه تحریم بانکی دوست داری؟ ولی فقیل نگه دو جام زهر و یه دفعه نری بالا، میخوان اینو پرتت کنن از آبشار نیاگارا. هرو بخور دورو به خیال زهر رو بنوش که عالیه. تو خرخره بخور حاجی بعد یمن و سومالیه. نکنه اتمو ول کنی و بدی مفتی بره، سلطنتو بار بزنی بدی حاجی خاطره. به کس کسونش نمیدم، به کوسه نشونش نمیدم. به کسی میدم خمار باشه شبیه این بشار باشه. به کسی میدم کلک باشه ملای مارمولک باشه. مگه گربه شدی که گرخیدی جلو روحانی چرا شل میدی؟ بگو ولی فقیهی یا هندوی؟ نمیگی میریزه شل بسیج؟ بگو بینم مگه ندیدی جام زهرا امام سر کشید؟ اگه در و قفل همه تو دست من شد کلید. استیلت مثل اردک بس که میخوری یه سر تو قصه. عزیزم راهش اینه که دست بکشی از اتمی یا ولی هسته. فقیل نگه دو جام زهر و یه دفعه نری بالا، میخوان اینو پرتت کنن از آبشار نیاگارا. هرو بخور دورو به خیال زهر رو بنوش که عالیه. تو خرخره بخور حاجی بعد یمن و سومالیه. نکنه اتمو ول کنی و بدی مفتی بره، سلطنتو بار بزنی بدی حاجی خاطره. به کس کسونش نمیدم، به کوسه نشونش نمیدم. به کسی میدم خمار باشه شبیه این بشار باشه. به کسی میدم کلک باشه ملای مارمولک باشه.